سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ابراهیمی هستم و در خدمت شما با درس مبانی آنالیز ریاضی. جزوه این جلسه و جلسات دیگر در کانال تلگرام قرار داره که لینک اون در توضیحات این ویدیو هستش و میتونید از اونجا به کانال تلگرام دسترسی پیدا بکنید. اگر این دوره براتون مفید بوده حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. حال بدون فوت وقت بریم و درس رو شروع کنیم. خب در جلسه اول میخوایم یک سری مفاهیم رو در واقع مرور بکنیم. نگاه کنید، اولین مفهوم ما اینجا یک ستاره بزنیم. خب اولین مفهوم چیه؟ مفهوم مجموعه است. مجموعه چی بوده؟ میگفتیم آقا مجموعه هست در واقع توده ای از اشیاء کاملا مشخص و دو به دو متمایز. درسته؟ ما اینو داخل دبیرستان حالا باش آشنا شدیم، داخل مبانی ریاضی هم بوده و باش کار کردیم. کلا اگر یه عنصری اینجا بنویسیم، اگر مثلا عنصر X در مجموعه A قرار داشته باشد، خب چی میگفتیم؟ میگفتیم آقا X عضو A است. درسته؟ این حالا به این شکل بنویسیم، آن را با X عضو است نشان درسته میدهیم. قبول؟ پس اگر یه ایکسی باشه، یه عنصر باشه که داخل آ باشه، مجموعه باشه، میگم آقا ایکس عضو آه. و اگر مثلا عنصر وای در مجموعه مثلا آ قرار نداشته باشد، خب ما اون وقت چی میگیم؟ آن را با وای عضو نیست در آ نشان میدهیم. درسته؟ نکن همه اینا رو ما در سالهای قبل، ترمهای قبل، حتی یعنی جدا از اینکه تو دبیرستان دیدیم، تو دانشگاه هم دیدیم، تو مبانی ریاضی. خب آنچنان واسمون سخت نیست. درسته؟ این در واقع مفهوم دیگه ای داشتیم به نام زیر مجموعه. زیر مجموعه چی بوده؟ مثلا ما میگفتیم آقا فرض کنید آ و B دو مجموعه باشن. آ رو زیر مجموعه B گویند. خب بذار اینجا ما در پرانتز آ زیر مجموعه B است. درسته؟ میگیم آقا آ زیر مجموعه بیه اگر این هرگاه این اتفاقی که الان میگیم بیفته. نکن آ زیر مجموعه B است به ازای هر ایکسی که عضو آ هست اون ایکس من عضو B هم باشه. درسته؟ ایکس من عضو آه، ایکس باید داخل B هم باشه. اون موقع من میگم آ زیر مجموعه بیه. حل این از این. و اگر آ برابر با بی نباشد، نکن ما یه چیزی رو از قدیم میگفتیم هر مجموعه زیر مجموعه خودشه. درسته؟ چون از نظر تعریفی بذار من اینو به رنگ دیگه پایین بنویسم. نکن هر ایکسی که عضو آ باشد 100% ایکس عضو آ هم هست. درسته؟ پس یعنی هر مجموعه زیر مجموعه خودشه. من اینو میدونم. قبول؟ اینو من میتونم به صورت یه مثلا نکته اینجا بگم، یه نکته حالا درون پرانتزی، هر مجموعه زیر مجموعه خودشه. حالا اینجا نکن بیا برگردیم به بخش اصلی. توی بخش اصلی چی میگم؟ میگم اگر آ مخالف بی باشه، خب اون موقع می نویسیم آ زیر مجموعه محض بیه. حله؟ یعنی اگر این باشه آنگاه می نویسیم آ زیر مجموعه محض بی هستش. یعنی چی آ زیر مجموعه محض بیه؟ یعنی اینکه به ازای هر ایکس
که داخل آ x باید داخل b هم باشه و خوب توجه کنید و این و خیلی مهمه. قبول؟ و خب آ و b با هم دیگه برابر نباشند. درست؟ حالا ما به دو تا مجموعه میگیم برابر. خب نکن دو مجموعه آ و بی را برابر گویند هرگاه این اتفاق بیفته: آ برابر است با بی که به ازای هر x عضو آ هست، اون وقت اگر و تنها اگر x عضو بی هم باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر x عضو آ خب تو بی هم باشه، اگر عضو بی داخل آ هم باشه. به عبارت دیگر اگر آ زیر مجموعه بی باشد و بی هم زیر مجموعه آ باشد، میتوان نتیجه گرفت که آ برابر با بی هستش، که اینو شما داخل در واقع مبانی ریاضی دیدید دیگه. یعنی من الان انجام بنویسم آ زیر مجموعه بی، خب این یعنی چی؟ میگم آقا به ازای هر x عضو آ x باید عضو بی باشه. خب بی زیر مجموعه آ، خب این یعنی چی؟ یعنی به ازای هر x عضو بیه این x باید عضو آ هم باشه، که خب دقیقا همین حرف بالا رو داره میزنه. درسته؟ پس میام آقا اگه آ زیر مجموعه بی باشه، بی هم زیر مجموعه آ باشه، برابری دو مجموعه نتیجه میشه و ما معمولا از این روش برای در واقع اثبات برابری دو مجموعه استفاده میکنیم. قبل از این که بخش بعدی رو بگم، بیاین یک توضیح راجبش بدیم. نکن فرض کن شما یه شخصی هستی که در واقع مثلا حال فرضاً مثال الانی که ما داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم بحث جام جهانی هم داغه و خدمتتون عرض کنم که فیفا اومده به شما گفته که آقای فلانی، خانم فلانی، شما باید یک تیم انتخاب بکنی. این تیم چیه؟ این تیم از هر بازیکنی که دوست داری، از هر کشوری، از هر تیمی، میتونه تیم محله مثلا یک روستایی تو ایران باشه یا نه تیم خدمتتون عرض کنم که برتر اروپا، آمریکا، هر جایی هستن. خب اصلا مهم نیست، تیم ملی، و قراره یه تیم عالی تشکیل بدی. خب شما اولین کاری که میکنی، هیچ وقت نمیای مثلا تیمای ملی رو مثلا داری بررسی میکنی، نمیای تیمای ضعیفش رو بررسی بکنی، یا تیم محلات رو که اصلا بررسی نمیکنی. درسته؟ تیمای باشگاهی ضعیف رو میندازی کنار، بررسی نمیکنی. یعنی چی؟ یعنی تو شرط میذاری واسه اون اعضایی که میخوای. درسته؟ می آقا یه سری باشگاه‌های خاص هستن، این باشگاه بازیکناشون خوبه، بعد اینا رو در واقع بررسی بکنم. اینجا در واقع همون هر چیزی که الان میخوایم تعریف بکنیم نمایان میشه. شما با این کار محدود کردی اون مجموعی که داشتی رو. درسته؟ مجموعه بوده تمامی آدمایی که رو کره زمین دارن فوتبال بازی میکنن. خب هر کی داره فوتبال بازی میکنه. قبول؟ اما اومدی میخوای یه تیم خوب تشکیل بدی، میگی نه، اول گفتی که طرف مثلا باید تو تیم ملی بازی بکنه، یه تعداد عظیمی از این در واقع جمعیت حذف شدن از مجموعه. بنابراین گفتی نه، مثلا باید فلان در واقع چی رو هم داشته باشه، دستاورد رو هم داشته باشه، باز یه سری دیگه حذف شدن و هی داری مجموعه رو محدودتر میکنی و این مجموعه آخری که بهش میرسی رو راحت میتونی بررسی بکنی. چرا؟ چون این مجموعه کوچیکه. درسته؟ خیلی کوچیک‌تر از مجموعه اولت و خیلی راحت‌تره بررسیش. با این تواسط بیاین در واقع تعریف رو بنویسیم. نگاه کنید، ما میگیم که آقا فرض کنید P در واقع یک خاصیتی باشه. خب به اون خاصیت الان برای ما مهمه و ایکس هایی رو میخوایم پیدا کنیم که این خاصیت رو دارا باشن. درسته؟ P مثلا نمایشگر یک خاصیت باشد که به ازای دسته ای از عناصر
معنا پیدا می کند. درسته؟ آنگاه قرار می دهیم مجموعه کلیه عناصر، حالا اینطور بنویسیم عنصرهای قشنگ‌تر، عنصرهای ایکسی، عنصرهای ایکس را که از خاصیت پی برخوردار باشند. خوبه؟ این مجموعه رو همه رو بیان یه جا جمع بکنین، یعنی ایکس هایی که پی ایکس رو تو خودشون داشته باشن. حله؟ ایکس ها به شرط اینکه پی ایکس اون شرط رو رعایت بکنه، اون شرط رو تو خودش داشته باشه. درسته؟ و ما داخل روان ریاضیات هم همینیم. مثلا یه مجموعه بزرگ رو چرا بررسی بکنم؟ آیا همش نیاز میشه واسه من که من دارم بررسی میکنم؟ اومده سوال من اصلا نیاز به کل مثلا مجموعه عدد حقیقی نداشته باشه. من چرا دارم کل اعداد حقیقی رو نظر میگیرم؟ مثلا کل کار این اعداد مثلا گویای بین 0 و 1. خب تو با کل اعداد حقیقی چیکار داری؟ تو کل گویاهای بین 0 و 1 رو بشین دسته‌بندی کن، بررسی کن. خب میشه رو اینا بحث کن، چرا رو کلش میخوای بحث بکنی؟ درسته؟ خب ما یک سری در واقع اعمال روی مجموعه ها داریم که اونا رو اگه بخوام تعریف بکنم، نکن بیا اول اینطوری بنویسیم. فرض کنید این بالا مثلا فرض کنید A و B دو مجموعه دلخواه باشند. حله؟ حالا این دوتا عملی که اول میخوام تعریف بکنیم خوب دقت بکنید. اول اشتراک. خب این یک اشتراک A و B به صورت زیر تعریف می شود. خب آقا به چه فرمی تعریف میشه؟ میگم که نگاه کن A اشتراک با B. خب در واقع مثلا اگه یه ایکسی داشته باشم که عضو A اشتراک با B باشه، یعنی چی؟ یعنی که ایکس من عضو A، در این حال ایکس من عضو B هم هست. خب یعنی هم تو این هم تو هر دو حضور داره. یعنی من اگه نمودار ون بخوام بکشم این باشه A این باشه B مثلا، یا مثلا با این زرده تو کلا تو سفید محو شد. خب واسه خدا رو شکر سبز نمایان میشه. آقا این وسط رو میبینیم یه بخشیه که هم تو آه هم تو بیه. درسته؟ این بخش دقیقا میشه اشتراک. حالا دومی چیه؟ دومی از اجتماع آ و بی به صورت زیر تعریف می شود. خب آقا چیه؟ میگم آقا اگر یه ایکس داشته باشم که عضو آ اجتماع بی باشه، یعنی اینکه ایکس من عضو آ یا اینکه ایکس من عضو بیه. یعنی چی از نظر نمودار ون بخوام نشون بدم؟ اینا کن توی یک کدوم از این دوتا حضور داشته باشه حداقل، یا توی آ باشه فقط، اینجا فقط تو آ، یا اینکه تو هر دو باشه، یا اینکه فقط تو بی باشه. حله؟ پس کل آ اجتماعی بی یعنی اعضایی که هم تو آ هستن هم تو بی. درسته؟ تو یک کدوم از این دوتا باید حضور داشته باشه حداقل. درسته؟ خب یه تعریفی داشته باشیم اینجا. نکنید میگیم آقا به مجموعه ای که هیچ عضوی نداشته باشد مجموعه تهی گویند و با تهی نشان میدهند. حله؟ این یه نکته. نکته بعدی که میخوایم بگیم اینه. میگم آقا اگر آ و B دو مجموعه دلخواه باشد و آ اشتراکش با B مساویه با تهی باشه، آنگاه
من چی دارم؟ اون وقت به این دوتا مجموعه میگن مجموعه های مجزا. آنگاه آ و بی را مجزا نامند. حله؟ پس آقا اگه اشتراک تویی شد، من به آبی میگم مجزا از همدیگه. اوکی؟ حالا ما یک قضیه هم داریم که بیاین این قضیه رو اینجا بررسی کنیم. قضیه چی میگه؟ حالا ما یکی یکی اینجا می نویسیم. ببین هر و آ بی و سی، خب سه مجموعه دلخواه باشند. خب اون موقع من این چیزایی که الان میخوام بگم برقراره. یک، آ اشتراک با آ مساویه با آ. هر مجموعه اشتراکش با خودش میشه، هر مجموعه اجتماعش هم با خودش میشه. حله؟ پس اجتماع آ با آ خودش، اشتراکش هم خودش. این یک. دو، میگم آقا آ اشتراک با بی اشتراک با آ برابری میکنه. یعنی چی؟ یعنی که آقا اینا خاصیت جابجایی دارن، اینا جابجا بشن. در این حال اجتماع هم همین خاصیت رو داره، یعنی آ اجتماع با بی اجتماع با آ هیچ فرقی نداره. سه، خاصیت شرکت پذیری دارن. یعنی چی؟ یعنی آ اشتراک با بی اشتراک با سی همون آ اشتراک با بی اشتراک با سی هستش و آ اجتماع با بی اجتماع با سی هست آ اجتماع بی اجتماعش با سی. خاصیت آخر میگیم که آ اجتماع بی اشتراک با سی خب میشه آ اجتماع بی اشتراک با آ اجتماع سی و آ اشتراک با بی اجتماع سی میشه آ اشتراک بی اجتماع با آ اشتراک سی. حله؟ اینا در واقع یه سری قوانین پایه هستن که باید بدونیم. خب بیاین یه نکته دیگه هم بگیم. میگیم که اگر آ1 آ2 تا آن خب در حال بگیم دسته ای از مجموعه ها باشند. خب آنگاه داریم نکن آ1 اجتماع آ2 اجتماع تا اجتماع آن بهش می نویسن اجتماع آی از 1 تا n آی. خب و آ1 اشتراک با آ2 تا اشتراک با آن اینو می نویسن اشتراک آی از 1 تا n آی. خب این ساده سازیه برای در واقع مخفف نویسی، خیلی به دردمون میخوره. تعریف بعدی رو نگاه کنید. میگم که اگر آ و بی دو مجموعه باشند خب اون وقت آ منهای بی رو این شکل تعریف میکنیم. نکن x اگر عضو آ منهای بی باشه که البته اینو آره بیایم به صورت آبی هم بالاش بنویسم، این همون آ منهای بیه. خب هیچ فرقی با هم دیگه ندارن این. خب اگر x عضو آ منهای بی باشه یعنی که x عضو آه خب و x عضو بی نیست. درسته؟ این تعریفشه. این تعریف رو در واقع تو ذهنتون داشته باشید، باش کار داریم. خب به این قضیه دقت کنید. مجموعه های آ اشتراک بی و آ منهای بی رو میگه مخرج مشترک ندارن. یعنی چی؟ یعنی اشتراکشون توهیه، هیچ نقطه برخوردی با هم ندارن. درسته؟ خب من الان بخوام اینو اثبات بکنم، بیا اشتراکشون رو بنویسم. بگم آقا آ اشتراک با بی اشتراکش با آ منهای بی. درسته؟ میگم اگر x عضو همچین چیزی باشه، این یعنی چی؟ یعنی x عضو آ اشتراک با بیه و x عضو آ منهای بیه. خب این یعنی چی؟ میگم این یعنی این که x عضو آ، این بخش اول، x عضو آ و x عضو بیه و
x عضو آ و x عضو B نیست. خب الان من به تناقضی خوردم، میگم که برادر من تکلیف تو با خودمون روشن کن، این چیه؟ هم عضو B هست هم عضو B نیست، تناقض. درسته؟ نمیتونه هم عضو B باشه و عضو B نباشه، چون ببین همشون و این نمیشه، شدنی نیست. هم عضو B باشه هم نباشه. مثل اینه که من بگم که تو باید هم اینجا باشی هم نباشی. خب چطوری میشه هم باشه هم نباشه؟ درسته؟ یک فرد چطوری میتونه در یک مکان هم حضور داشته باشه هم حضور نداشته باشه؟ درست؟ خب پس این یه تناقض دیگه. پس با توجه به تناقض بالا میتونیم نتیجه بگیریم، میتوان نتیجه گرفت که آ اشتراک با B و آ منهای B اشتراکی ندارند. حل این بخش اولش. خب بخش دوم اثبات نها کنید. میگه آ مساوی با آ اشتراک با B اجتماع آ منهای B. خب بیاین اینو این شکلی بحث کنیم. ببین اگر x عضو آ باشد، خب ببین اگر x عضو آ باشه من دو حالت دارم، یا اینکه x عضو B هست یا نیست. درسته؟ پس آنگاه x عضو B هست یا x عضو B نیست. درسته؟ یه حالت دیگه نه، یا این اتفاق میفته یا اون یکی اتفاق میفته دیگه. حالا ببین میام آقا در حالت اول، خب که یعنی مثلا x عضو B هست، خب میگم آقا x عضو آ و x عضو B هم هست، پس x عضو آ اشتراک با B هم هست. منطقیه دیگه، هم تو آ هم تو B، پس در اشتراکشونه. درسته؟ از طرفی x عضو آ اشتراک با B، درسته؟ آ اشتراک با B اجتماع با یه چیزی. ببین وقتی داخل این عبارت هست x من، در اجتماعش با یه مجموعه دیگه هم هست. اگر xی در یک مجموعه باشه در اجتماعش با مجموعه دیگه هم هست. اشتراک خاصیت رو نداره ولی اجتماع داره. آره تو اجتماعشون هست. خب پس آقا الان من این نتیجه رو گرفتم، x عضو آ، x عضو آ اشتراک با B، پس x عضو آ اشتراک با B اجتماع با آ منهای B. حله؟ میگم خب اوکی. آره حالا حالت دوم، میگم در حالت دوم اگه بخوام بحث بکنم، در حالت دوم نکن x عضو آ هست و x عضو در واقع B نیست. میگم خب آره. میگم اگر x عضو B نباشه من یه چیزی میتونم بگم. چی؟ میگم موقع x داخل آ منهای B است. درسته؟ پس x در آ منهای B قرار داره. پس یا اینجا ببینیم در نتیجه چی داریم؟ x عضو آ اشتراک با B اجتماع با آ منهای B هستش. حالا از این دو حالت چی نتیجه میگیریم؟ نکن با توجه به دو حالت ذکر شده چی داریم؟ نکن هر ایکسی که داخل آ بود داخل این آ اشتراک با B اجتماع آ منهای B هم هست. پس یعنی آ زیر مجموعه آ اشتراک با B اجتماع با آ منهای B هستش. اوکی. حالا ما اینجا قبلا گفته بودیم، دقیقا یادم نمیاد، تساوی مجموع آیناشش. گفتم آقا اگه میخوای تساوی رو ثابت بکنی بگو آقا این زیر مجموعه اونه، اون یکی هم زیر مجموعه اینه، پس با هم برابرن. اینجا دقیقا داریم از همین روش استفاده میکنیم. یه سمت قضیه رفته، یعنی الان من میدونم که آ زیر مجموعه اون یکیه. حالا ثابت بکنیم که آ اشتراک با B اجتماع با آ منهای B زیر مجموعه آ. درسته؟ خب اوکی اینم بررسی میکنیم. میگیم آقا اگر اینجوری بنویسیم، حال اگر مثلا یه وای داشته باشم که عضو آ اشتراک با B اجتماع با آ منهای B باشد. درسته؟ خب اون وقت من میدونم که
x با توجه به این y یا داخل آ اشتراک بیه یا داخل اینه. پس y عضو آ اشتراک بیه یا y عضو آ منهای بی هستش. درسته؟ حالا نکن ما بازم دو حالت داریم اینجا. درسته؟ حالا نگاه کن ببین چه وای عضو این بخش باشه چه وای عضو این باشه، وای داخل آ حتما هست. درسته؟ هر دوتا ببین اینجا اگر باشه که 100% داخل آ، اینم که باشه 100% داخل آ. پس در هر دو حالتی که ما اینجا گفتیم، در هر دو حالت در واقع این وای من عضو آ هست. درسته؟ این وای من عضو آ. یعنی چی؟ یعنی آ اجتماع بی اشتراک بی اجتماع با آ منهای بی زیر مجموعه آ و در نتیجه آ برابر است با آ اشتراک با بی اجتماع با آ منهای بی. به همین سادگی حله. به این قضیه دقت کنید. آ و بی و سی مجموعن و میخوایم برابری اینا رو ثابت بکنیم. نگاه کن فرض کن x عضو آ منهای بی اجتماع با سی بشه. درسته؟ اگه x عضو این باشه میگم x عضو آ هست و x عضو نیست در بی اجتماع با سی. درسته؟ میگم خب اوکی. این یعنی چی؟ یعنی x عضو آ هست و x عضو نیست در b. ببین وقتی داخل b اجتماع c نیست یعنی نه تو b بوده نه تو c بوده دیگه. پس یعنی x عضو b نیست و x عضو c هم نیست. درسته؟ یه سوال، من میدونم که x عضو آ با این عبارت در واقع یکسانه، یعنی x عضو آ و x عضو آ، یعنی فرقی نداره، انگار هیچ کاری انجام ندادیم. حالا بقیه رو هم می‌نویسیم. x عضو b نیست و x عضو b نیست. حالا نگاه کنید من جای این دوتا رو عوض میکنم، این و این دوتا رو با هم دیگه عوض میکنم جاشونو. درسته؟ چون همشون گزاره های در واقع عطفی هستن، این شدنیه دیگه. یعنی اوکی، خب اوکی x عضو آ و x عضو نیست در b و x عضو آ و x عضو نیست در c. این یعنی چی؟ این یعنی این که x عضو آ منهای بیه و x عضو b منهای آ منهای سیه. درسته؟ و در نهایت یعنی x عضو آی منهای b اشتراک با b آی منهای c هستش. برای بخش بعدی که میگه x عضو آ منهای b اشتراک با c، خب من میگم آقا خب اگر عضو این باشه x عضو آ و x عضو نیست در b اشتراک با c. درسته؟ میگم آره. خب اگه تو b اشتراک با c نیست یعنی تو یک کدوم از اون دوتا 100% نبوده. خب و نگاه کن اینجا میشه x یا عضو b نبوده یا عضو c. درسته؟ یا میذاریم مثلا چون یا تو این نبوده یا تو اون نبوده. خب یک کدوم حضور نداشته این x و از اینجا میتونم اینو بنویسم x عضو آ و x عضو b نیست یا x عضو آ و x عضو c نیست. از اینم نتیجه میگیرم که x عضو آ منهای b یا x عضو آ منهای c که این یعنی x عضو آی منهای b در واقع اجتماع با آی منهای c هستش. به همین راحتی اینجا هم شما باز به جواب رسیدید. یک تعریف دیگه داریم، میگیم که اگر آ و b دو مجموعه
ناتویی باشند، خب آنگاه ضرب دکارتی آنها به صورت زیر تعریف می شود. آ کراس بی میشه x و y هایی که x عضو آ باشه، نگاه xش همیشه از آ میاد و yش همیشه از و اون y من عضو b باشه. y من همیشه از b خواهد اومد. و یه نکته هم بگم، حالا اینجا بدونیم خیلی مهمه، در حالت عادی یا در حالت خیلی عمومی آ کراس b برابر نیست با b کراس آ. خب غیر از حالا حالتهای چی، مثلا خیلی مثلا میگم همیشه یه استثنای وجود داره، ممکنه یه حالت پیدا بکنی که برقرار باشه، ولی در حالت عموم اگه بخوای در نظر بگیری، خب تو بیا خیلی از مثالا رو بنویسی میبینی نه برقرار نیست. درسته؟ تا اینجا برای یه جلسه اول کافیه. اینا میشه تمامی مفاهیم پایه‌ای که ما باید بدونیم قبل از ورود به بخش در واقع مبانی ریاضیات. و یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید و تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.